الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. اما بعد، برادر سوال نمودند که کسی که با زبانش خودش را مسلمانم میگوید، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله میگوید، اما در عمرش یک بار سجده به الله نکرده، نه روزه نه حج، هیچ عملی اسلامی را انجام نمیدهد، آیا این مسلمان است؟ زیرا عده که خود را سلفی میگویند اینها را مسلمان میدانند. این البته سوال برادر بود. اولا از آخری سوال بگیریم. عده که این چنین انسان ها را مسلمان میدانند اینها مدخلی هستند. مدخلی های بگوییم مرجئه های زمانه. این گمراه ها میگویند که هر کسی که من مسلمانم بگوید، شهادتین را بگوید، تمام است، این عمل نکند هم، جنس عمل را ترک نکند هم، این مسلمان است میگند. نماز نخواند، روزه ندارد، یگان کار را نکند هم، این مسلمان است میگند و بالاخره جنت میرود میگند. این عقیده مرجئه ها و عقیده مدخلی های باطل است. از همین جهت اینها را مرجئه گفته میشد. بلکه جواب سوال شما این است که هر کسی که با زبانش خود را مسلمان بگوید، شهادتین را بگوید و اما شرط های صحتی این لا اله الا الله محمد رسول الله را بجا نآورد، شرط های صحت که 7 است: علم، یقین، صدق، محبت، اخلاص، قبول، انقیاد، عمل. انقیاد که عمل است، پایبند بودن را بجا نآورد و کفر بالطاغوت و بگویم از جای دیگر نفی و اثبات را، رکن های لا اله الا الله را بجا نآورد، گفتن شهادتین به او هیچ فایده نمیدهد. اگر عمل را ترک کند، جنس عمل را ترک کند، یعنی عمل را به پرگی ترک کند، نماز نخواند، زکات ندهد، یگان عمل خیری را از اینها انجام ندهد، این کافر است. زیرا که اجماع سلف این امت صحابگان همین است که کسی که نماز را ترک میکند کافر است، کسی که بی نماز است کافر است، شهادتین به او فایده ندارد. این به اجماع سلف این امت است که هر کسی که شهادتین را میگوید، کلمه توحید را اقرار میکند، اما عمل نمیکند، شرط رکنش، شرط کلمه توحید، شرط صحت کلمه توحید به جا آمده، این مسلمان نیست، این کافر است و این مرتد شده است. مرتد به این معنا که شهادتین را گفت و مسلمان شد، شرط شهادتین را که شرط صحت است، عمل است، به جا آورد و گشت و از اسلام برآمد. از همین جهت علما اجماع میکنند که این مسلمان نیست، کافر است. البته مذهب جهمی ها، جهم ابن صفوان و معتزله ها و اشعری ها و ماتریدی ها و مدخلی ها این است که میگویند این مسلمان است. و البته این مذهبی باطل ها، این عقیده های باطل مخالف عقیده اهل سنت و الجماعت است. بلکه هر کسی که خود را مسلمان بگوید باید عمل بکند. اگر عمل نکرد ایمانش صحیح نیست. احمد ابن حنبل رحمه الله میگند ایمان و عمل هر دو به هم دیگر به وجود میآیند، یکیش به دیگرش به وجود نمیاد. و در این مسئله اجماع بینواد زیاد نقل شده و بدون عمل ایمان صحیح نیست. بارک الله فیکم.